سرور تیرکس ماین میتونیم بگیم بزرگترین سرور ایرانی ماینکرافته که این سرور عجیب و غریب باحاله. بله، گیم مودهای زیادی داره مثل FFA، اگوارز، پریسون، اسکای بلاک، بدوارز، پرکتیس، سروایبل، بامبلاک، آرکید و کریتیو. و این تازگی هم یه چیزی این پایین اضافه کرده به اسم The Floor is Lava که فکر کنم همه ما بدونیم چه خبره. حالا ما ببینیم یه مچ میتونیم بریم، چند نفر باشیم مچ شروع میشه. من به اندازه کافی باشیم مجبور نباشم زنگ بزنم 10 نفر رو خبر کنم بیارم. نه آقا، مثل این که اینجا آماده نیست. بریم ادوارز. خب این چیه؟ کویک جوین؟ آها. نگاه. خب بریم چی؟ سولو نه دوبل 106 چیه این؟ 3 نفر هست. ابر. راستی یادم رفت بگم یه مطلب مهم بود میخواستم باهاتون در میون بذارم. خیلی این مطلب مهمه. سابسکرایب. اوه این زمین خیلی این زمین خیلی بری گیرین. یه دونه نیمه درست شده بود از یه دونه بازیکن منچستر یونایتد، نه یادم اسم بازیکن ویارال فکر کنم اسمش گیرین وود بود که یه دونه نیم در اومده بود. تعداد گلایی که زده از گلای یه ماه منچستر یونایتد بیشتر بود. ماشاءالله. ها؟ بودنش کردی چی داره؟ آکو افینیتی 1 داره. باشه او 7 استک نه کش. خب یه دونه فایربال یه دونه TNT. من فایربال این کار فایربالیم خوبه. بچه من اینو میشناسم، این بلد نیست با فایربال کار کنم. شانشو رو بگیر بس بده کی رفت بد. اوه رد کلن برای اوه آه نمیفهمم چرا اینقدر باز این پده. مرسی که خب من از اول ویدیو تا الان 1000 تا سانسور کردم. خب اینقدر فوش نده دیگه. الان من این ویدیو رو چجوری ادیت کنم با این همه فوش؟ زیر نخلا
رقصیدیم تو جزیره اما دیگه فردا نیستی، منو تنها میذاری پیش سنگا. چرا دمیج رو میخورن اینا؟ What the fuck؟ چرا نمیذاری من دمیج بزنم؟ آقا اصلا از اینجای ویدیو خودم حرف زدم، خسته شدم انقدر سانسور کردن کارای این مردی که انقدر فوش و حقوقم که نمیده بمون، میگه تا درآمد نداشته باشم حقوق نمیده. اصلا از اینجا صدای کدام میشن خودم براتون گزارش میکنم. خب حالا این بازیکن میره میخواد بره این بازیکن آبی رو بزنه و اینقدر این بازیکن رو بزنه که مجبور شدم حرفای خودم رو سانسور کنم. دوباره اسپان میشه این مشنگلی. برو این کاری بکن دیگه، حوصله ویور رو سر بردی. الان من ادیت هم بزنم بازم حوصله ویور نمیکشه ویدیو رو ببینه. من الان برای کی دارم ادیت میزنم؟ یالا دیگه یه کار خفن بکن دیگه. بیا حالا دوباره میاد و باز هم اوه بدشونم که رفت دیگه، کارش تمومه. حالا میره 2 تا ضربه زد به این بازیکن ولی مرد. خودشو نگاه کن، یک کله گرفته دستش همینجوری واسه انگار ما میبینیمش. فنگلی یه ادیت هم میذارم حوصله بقیه سر نره، یه لایکی یه سابسکرایب حداقل بزنم. اصلا ببخشیدی، خداحافظ.